برمیگردیم به تاجیکستان. عالمان معین کردند که یکی از سبب‌های اساسی فروپاشی عائله‌های زیاد در کشور نداشتن خانه بوده است. تحقیقات را سال 2025 کارمندان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی انجام دادند و میگویند اگر سبب اول طلاق ناآمادگی به ازدواج است، سبب دوم بیخانگی است. به گفته دانشمندان بیشتر از 67% جوانان تاجیک پیش از آن که بدانند عائله‌داری چیست، زن یا شوهر میگیرند. از این سبب عاقبتش هم جدایی می شود. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او درباره جزئیات دیگری تحقیقات پرسیدم. محققان تاجیک با انجام این پژوهش خواستند معلوم کنند چرا طلاق و جدایی در کشور به تدریج زیاد می شود و آشکار هم کردند که 67% عائله‌ها بنابر ازدواج بر وقت، مثلا در 18، 19 یا 20 سالگی و بنابر ناآمادگی به زندگی مشترک جدا می شوند. اما یک علت دیگر و آن هم بسیار مهم، خانه خصوصی نداشتن جفتای جوان بوده است که همراه با والدین و یا مثلا عائله برادر زندگی می کنند. بیشتر از 23% ناسازگاری ها که با طلاق و از هم پاشیدن عائله های جوان در تاجیکستان می انجامید است، محض به سبب خانه نداشتن زن و شوهر جوان بوده است. تحقیق نشان داده است بیشتر از 26% عائله ها در تاجیکستان به سبب مناقشه و جنگ و دعوا بین خود زن و شوهر و همجوانان ناآماده و خانواده داری از هم جدا می شوند. البته مثل همیشه دخالت والدین یا پدر و مادر به زندگی جوانان هم سبب طلاق در تاجیکستان بوده است و آن تقریبا 26% را تشکیل می داده است. یعنی اگر در یک سال در کشور 1000 جفت جوان از هم جدا شوند، 260 آنها به سبب جنجال و مداخله های والدین بوده است. 230 عائله هم برای آن جدا می شدند که خانه خصوصی ندارند و از اینجا هم صدها مشکلات دیگر در مناسبت دو طرف به وجود می آمده است. از همکارم همچنین درباره تمایل ویران شدن خانواده‌ها و از هم جدا شدن جفت‌ها در تاجیکستان پرسیدم که آیا سال‌های اخیر به کدام سمت تغییر کرده است. محققان تاجیک با انجام این پژوهش خواستند معلوم کنند چرا طلاق و جدایی در کشور به تدریج زیاد می شود و آشکار هم کردند که 67% عائله ها بنابر ازدواج بر وقت، مثلا در 18، 19 یا 20 سالگی و بنابر ناآمادگی به زندگی مشترک جدا می شوند. اما یک علت دیگر و آن هم بسیار مهم، خانه خصوصی نداشتن جفتای جوان بوده است که همراه با والدین و یا مثلا عائله برادر زندگی می کنند. بیشتر از 23% ناسازگاری ها که با طلاق و از هم پاشیدن عائله های جوان در تاجیکستان می انجامید است، محض به سبب خانه نداشتن زن و شوهر جوان بوده است. تحقیق نشان داده است بیشتر از 26% عائله ها در تاجیکستان به سبب مناقشه و جنگ و دعوا بین خود زن و شوهر و همجوانان ناآماده و خانواده داری از هم جدا می شوند. البته مثل همیشه دخالت والدین یا پدر و مادر به زندگی جوانان هم سبب طلاق در تاجیکستان بوده است و آن تقریبا 26% را تشکیل می داده است. یعنی اگر در یک سال در کشور 1000 جفت جوان از هم جدا شوند، 260 آنها به سبب جنجال و مداخله های والدین بوده است. 230 عائله هم برای آن جدا می شدند که خانه خصوصی ندارند و از اینجا هم صدها مشکلات دیگر در مناسبت دو طرف به وجود می آمده است. سوال دیگر از همکارم این بود که محققان درباره راه‌های حل این مشکل چی میگویند؟ حکومت مثلا در این زمینه چه کارهایی را انجام میدهد؟ در تاجیکستان هنوز 11 سال پیش کنسپت رشد عائله را قبول کردند که به گفته حکومت هدف از آن محافظت عائله همچون یک رکن اساسی جامعه است. در همین سند آمده است پس شدن سطح فرهنگی مناسبت‌های عائله‌داری در سطح ضروری درک نکردن ارزش‌های عائله‌داری که سرچشمه دوستی و وفاداری، عزت و احترام است، فهمش اصلی مفهوم عائله را در تاجیکستان ضعیف کرده است. اما به قول دانشمندان قبول سند کافی نیست و برای مانع شدن به افزایش طلاق و جدایی سطح سواد حقوقی جوانان پیش از ازدواج باید بالا برده شود. دستگیری دولتی برای عائله‌های جوان در مسئله تامین خانه و جای کار بیشتر شود. مرکزهای مشورتی برای عائله در شهر و ناحیه‌ها زیاد باشند. یادرس می‌شویم در تاجیکستان سالانه نه کمتر از 70,000 عقد نکاح ثبت می‌شود یا عائله‌های نو به وجود می‌آیند. در بسیاری از تحقیقات درباره جدایی عائله‌ها در تاجیکستان آمده است اگر ریشه‌های اقتصادی این مشکلات، مثلا مهاجرت زیادی کاری حل نشود، بیکاری حل نشود، خطر جدایی همچنان گریبان عائله‌ها و جفت‌های تاجیک را به این زودی‌ها سر نمی‌دهد.
تشکر. همکارم طاهری سفر درباره سبب‌های جدایی و از هم پوشیدن اویله‌ها در تاجیکستان صحبت میکرد. بینندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره به زودی در وبسایت azadi.org نشر میشود.